صفحه 11 رو توضیح میدم که هم کویزم تسته. حالا میگه خودتون امتحان کنید. و اسلوونی پوناوادی رچمو دوبردان این. خیلی خوب. میگه در اسلوونیا به شکل معمول میگیم دوبردان این. خب چه چیزایی دیگه استفاده میشه؟ خب شما حدس بزنید دیگه، شما باید انجام بدید. خانم آقای هم دیگه رو میتونن بگن مثلا چی؟ دوبرو یوترو مثلا، دوبردان. یا مثلا بگن که چی؟ ژیویو، وسلی، بقیه چیزایی که یاد گرفتیم. اسلوونسکی پوزدراو یه تودی. خیلی خوب. میگه ما چه چیزایی دیگه داریم در اسلوونی استفاده میشه؟ سالوت، ژیویو، مرحبا، ناماسته. خب کدومی که تو اسلوونیا به همون در واقع برای سلام احوال پرسی ژیویو دیگه، بقیهش مال کشورهای دیگه است. ناپراشانی کاکوسی یه اتگوور. میگه اگه سوال اپراشانی یعنی سوال، ایمام اپراشانی یه سوال دارم، دستون رو بالا میکنید تو کلاس میگین ایمام اپراشانیه، یه سوال دارم. خب میگه ناپراشانیه تو در این سوال کاکوسی جواب چیه؟ اتگوور چی هستش؟ خب اولین عکس رو ببینین، کدوم رو بگیم زلو دوبرو، حالا دوبرو، شکار، تاکو تاکو یا سلابو. خب کدوم رو بگم؟ خیلی خوشحاله دیگه، زلو دوبرو، حالش خیلی خوبه، نمره خوب گرفته، حالش خوبه. دومی زلو دوبرو، حالا دوبرو، شکار، تاکو تاکو، اسلابو. خب این میشه چی؟ حالا دوبرو. بعدی همچین نه خوبه نه بده، تاکو تاکو، شکار میگذره. آخری هم که اصلا اسلابو، حالش خوب نیست. خیلی خوب. شماره 4 تیپیچنو. خب اینجا عکس چی داریم؟ مشکی داریم، درسته؟ پس تیپیچنو مشکو اسلوونسکو ایمه یه. خب کدومه که معموله تو اسلوونیا؟ مثلا انتخاب کنیم، معمولا میلوش زیاده. حالا بعدی تیپیچنو ژنسکو اسلوونسکو ایمه یه. خب مثلا چی؟ مویتسا. شماره 6 اسلوونسک چرکسو. خب اون حروفی که تو زبان اسلوونیایی کدومه؟ س هستش، بخش س یا هم سی. کاترو مستو نی به اسلوونی، کدوم شهر توی اسلوونیا نیست؟ بئوگراده دیگه، در سربستانه. خب شماره 8 ترادیسیونالنا اسلوونسکا هرانا یه. ترادیسیونالنا یعنی ترادیسیونالنا به معنی ترادیسیونالنا هرانا به معنی غذای سنتیه. ترادیسیونالنا مثلا ایرانسکا هرانا، ترادیسیونالنا اسلوونسکا هرانا. غذای همچنین سنتی اسلوونیایی چی هستش؟ خب پوتیتسا هستش دیگه، یک شیرین، یک کیک خیلی خوبیه، خوشمزه است. خب اسلوونسکی یزیکیه. زبان اسلوونیایی هم چی هست؟ اسلوونشچینا. زبان رو بگن اسلوونشچینا. خب زبان ما هم چی هستش؟ پرزیشچینا. زبان ایشچینا همشون زبانه. پرزیشچینا مثلا اسلوونشچینا. اینجا براتون نوشته اسلوونشچینا، پرزیشچینا، نیمشچینا و هرواشچینا. همه این زبان ها چینا یعنی زبان رو نشون میده.